محسن میرزازاده. عیدت مبارک. مرسی. قربونت برم. سلام از گرم خدمت عزیزان جان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. ان شاءالله که به حق امام رضا حال دلتون خوب باشه. سال خوبی رو شروع کنیم. محسن میرزازاده هستم، خواننده قوم کرمانج از خراسان بزرگ. افتخار دارم که به عنوان یک کرد کرمانج امروز روبروی شما هستم. دوستتون دارم. کیا مثل من اطلاعات درست و کافی راجع به کرمانج و قوم کرمانج ندارن؟ وای بله. خب پس توضیح بده دیگه. بله حتما اومدم توضیح بدم. مرسی آیه جوان. یک توضیح بدم خدمتتون. اول که افتخار میکنم یک کرد هستم. کرمانج یک گویشی از زبان بزرگ و شیرین کردی است. کرمانچا سال 1005 هجری قمری به دستور شاه عباس صفوی برای دفاع از مرزهای شمال شرق کشور از دریاچه ارومیه، یعنی از سرزمین ارومیه، حدود 50,000 خانوار حرکت میکنن به سمت شمال شرق کشور که حدود یک سال خورده‌ای ما تو منطقه دماوند زندگی کردیم. بعد از این یک سال و چندی حدود 40,000 خانوار حرکت کردیم به سمت شمال شرق کشور که همه اکنون یعنی 10,000 تا موندن تو همون منطقه. الان هم هستن، یعنی منطقه دماوند، سربندون، این منطقه کرمانج نشین است. بله. که ما حدود 40,000 خانوار حرکت کردیم به سمت شمال شرق کشور که خراسان کنونی هستش و شمال خراسان کرمانج ها هستن که زندگی میکنن. البته ترک زبان ها هم هستن که ما و ترکمن ها که همه ما جز یک خانواده هستیم و با هم زندگی میکنیم. خدمت شما عرض کنم که کلات، قوچان، چناران، فارود، شیروان، بجنورد، اسفراین و گرم جاجم و بخشی هم در دشت ترکمن کرمانج ها هستن که زندگی میکنند و من حالم خیلی خوبی که مهمونی کرمانج امروز هستم و قرار چند قطعه از طرف خودم و مردمان خوب خراسان پیشکش شما کنم. محسن ببخشید من به تو گیر دادم. میشه خواهش کنم قبل از اینکه بخوانی یه ذره کرمانجی حرف بزنی؟ حتما لطفاً. از کرمانجم جا خراسان هاتم اورا و هاتم کساورا هنگام بخینم. هنگام کلن ریتم یک قرصه یک ریتم رقص و حرکات آیینی ما کرمانجا هستش که از یک قرصه داریم تا 12 قرصه. هنگام ریتم یک قرصه که آهنگ نازمکه و لیلی که خزانه خندوانه اما را پیشنهادانه اخواتم سوار بخینم. امیدوارم که لذت ببرین. آره لذت ببرین. مرسی، به افتخار خودتون. مرسی. در خدمتتون.